پس از تماشای قسم‌های 4 و 5 فیلم حجتی خیانت بار دیگر آن رفتار و کردارهای نوجوانمردانه تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلام افشا گردید و در آن فیلم من با چشمان خود دیدم که آن نامردان رذیل چگونه خادمان نمایان دولتی و به قتل رساندند. از پشت این خائنان چقدر مادر تاجیک عذاب رنج و عذاب کشید، چقدر کودکان تاجیک به پدر ماندند و این خائنان ملت امروز باز از دوری‌ها ایستادند، نسبت وطن و ملت باز خیانتکاری میکنند، باز میخواهند که مردم تاجیک فکر و اندیشه‌شان را ویران کنند. ولی این خائنان هیچگاه به مقصد خود نمیرسند، چون که آنها به خاطر ثروت و پول و مال مادر خود، وطن خود، اولاد و اجداد خود را فروختند. ما دیگر آن جوانای سال 92 93 نیستیم که به این خائنان باور کنیم. ما امروز هر یک تاجیک و تاجیکستانی چگونه بودن آن خائنان را میدانند و ما امروز را با این خطاگی آن دیگر اجازه نمیدیم و راه نمیدیم و میخواهیم که تاجیکستان ما آباد و آزاد باشد.